سلام به ولاگ کایلی کازمتیکس من خوش اومدین. سلام به ولاگ من خوش اومدین. با برند کایلی کازمتیکس در لس آنجلس هستیم. هتلیه که برام گرفتن. می‌بینیم که قراره چه اتفاقاتی بیفته تو لس آنجلس. همه رو گفتم فعلا چی بهتون نگم. خب واقعا چه پذیرایی شاهانه انجام داد کایلی کازمتیکس. بر من پرواز بیزنس کلاس گرفتن. تو پرواز کیپینگ اپ با کارداشیانز بود. نگاه کردم از جلو در خونم راننده بود تا وقتی که رسیدم لس آنجلس که می‌بینین تا هتلم هم کمپتن د پیر رو گرفته بودن که خیلی خوشگل بود که الان میبرمتون بهتون اتاقم هم نشون میدم. این مراکش بود بیرونش. سلام به اتاق من خوش اومدین. بفرمایید. خب این اتاقی که من گرفتم فعلا برام میدونم که هیچ چیزی از کایلی کازمتیکس نذاشتن، چون گفتم بیا تو خودت بخواه هر استراحتی که میخوای کنی. بیرون یه بالکن فوق العاده خوشگل داریم تا بعد برام بستنی میارن و در برام شیرینی میارن و آرایشه کایلی کازمتیکس که همونطور هم شد. چند ساعت بعد تمام لوازم آرایشام آوردن، شیرینی برام آوردن و بعدش هم دیگه بعد آماده میشدم. شروع کنم. با من آماده شین، داریم میریم مهمونی کایلی جنر. خب من اصلا نمیتونم حرف بزنم فیلم بگیرم چون دستام میلرزه. فیلم میگیرم بعد وایس اوور میذارم روش. خب امروز که میبینین دارم آماده میشم، فردای روزیه که رسیدم آمریکا، یعنی یه روز وقت داشتم استراحت بکنم برای لانچ کازمیک فرگرنس جدید کایلی. در ضمن بهتون بگم این اصلا برند تریپ نبوده، یعنی بلاگرای مختلفی از دور دنیا فکر کنین کلی دعوت کردن. اصلا فقط 5 نفر از دور دنیا دعوت کرده بودم که من افتخار داشتم یکی از اون 5 نفر باشم که خودشون علاقه‌مندن. امبسادور کانادا که 3 سال خودمم. کلی هم شب قبلش که رفتیم شام بیرون تیم گفتش که کایلی میشناستت، ببینتت، دوست داره ویدیوات، که من فکرم همه رو الکی بهم میگن. خلاصی آرایش هم انجام دادم. گفتم بعدن سالهای دیگه که نگاه میکنم آقا تایملس باشه. حالا نوبت موه، بریم موها رو درست کنیم، باز کنیم. درست شده است، فقط باید پوشش بدم، یعنی خدا کنه اینجوری بمونه. حالا بریم لباس بپوشیم. برای لباسم این جلوش ها، پشتش نیست. هاوس اف سی بی برام لباس فرستاده. بذار براتون بپوشم. وایسا. خب خیلی عجله داریم چون راننده نیم ساعت زود اومده. این لباس است. اینو حالا بشم درستش کنم جلوشو. خب کدوم از اینا شبیه وینتج تره؟ فکر کنم این بیشتر میخوره، مثلا میتونه شنلم باشه. اون کیفم اینه چون فکر کنم رنگ اینه قشنگ باشه. کفشم هم بذارین بهتون نشون بدم. اینو انتخاب کردم. الکی دارم نگاه میکنم، یه ذره رنگش متفاوت ولی با رنگ برنز خوشگله. بذار تنم کنم بپوشم. خب دیگه راننده پایین بود، من دیگه از اینجا داستان میدونستم کجا داریم میریم. اگه سلینگ سانست رو دیده باشین اون خونه 100 میلیون دلاری بود، رزیدنس گلدستین، اونجا رفتیم. تارا سیگاری تو ماشین گلف اینجا گرفته بودن، انقدر بزرگ بود که جلوی درش بعد از اینکه سکیوریتی اسمتون میپرسید سوار ماشین گلف میشدیم که روش هم نوشته بود کازمیک بای کایلی جنر. میومدیم این جلو که دیگه عکس میگرفتن همه و خدا رو شکر از اینجا به بعد هر چی میبینین دیگه بقیه فیلمبرداری کردن برام فرستادن، چون من دیگه رفته بودم خوشحالم بود. در ضمن بعد از اینکه الان ویدیوها رو نگاه میکنید میبینین مثلا شاید 15-20 تا بلاگر دیگه هم هستن اونجا. 15-20 نفر خودشون مال آمریکان که به خرج خودشون اومدن، چند تا هم دوستای کایلی و خود آدمایی که در کایلی کازمتیکس کار میکنن. این بیرون ویلا است که ببین چقدر زیبا بود. و بعد که وارد شدم خانم کریس جنر و کایلی جنر رو دیدم اونجا که داشتن با هم دیگه حرف میزدن و بعدش هم من و کایلی هم دیگه رو دیدیم که واقعا هم میشناخت. مرده بودم از خنده. گفتم الکی داری میگی؟ بعد گفت به خدا حتی ویدیوت آخریه فاوندیشن. بعد دیگه گفتم اوکی، من اصلا فکر نمی‌کردم انقدر صمیمی بود. بعدن هر کی میومد جلو به من میگفت شما با هم دوستین؟ میگفتم نه. میگفت آخه خیلی با هم دیگه بگو بخند داشتیم، ما ازت فیلمبرداری کردیم. دیگه همه شروع کردن ایردراپ کردن فیلم‌های مختلف، زاویه‌های مختلف. برای همین دارم هر کی به میومد جلو میگفت ما از شما فیلم داریم، انقدر میخندین و حرف میزنین، ما فکر می‌کردیم با هم دوستین. واسه که خیلی خوش گذشت بهم. کلی هم دوستای مختلف پیدا کردم، با کایلی عکس گرفتیم، فیلم گرفتیم، براتون میذارم. برای تیم کایلی، برای پیجش اینجوری فیلمبرداری کردم. اینجا میبینین الان میگم گوشمو اینجوری میکنم، میگم بیشتر بهم بگو. داش تعریف میگم، میگم من عاشق ویدیوهاتم. دیگه فردا صبحم که خواب پا شدم دیدم نوتیفیکیشن دارم رو موبایلم که دیدم اومده عکسمون رو لایک کرده.